اینها چی هستن که همه جلوشون سرخم میکنن؟ تو حتی نمیتونی جواب منو بدی. اینها نمیشنون. پس چرا عبادتشون میکنید؟ چرا با چیزی حرف میزنید که هیچ نمیفهمه؟ چرا با چیزی حرف میزنید که هیچ نمیفهمه؟ ساکت باش بچه، اینها خدایان ما هستن. باید حقیقت رو پیدا کنم. شاید خورشید پروردگار من باشه؟ خورشید بزرگه. قلیام هست. خورشید رفت؟ پس خورشید نمیتونه خدا باشه. این ستاره ها چی؟ شاید این ستاره ها خدا باشن. نه. ستاره ها هم میرن، پس ستاره ها خدا نیستن. نه. ستاره ها هم میرن، پس ستاره ها خدا نیستن. ما از همه ستاره ها بزرگتره. شاید این خدا باشه. نه. ما هم که میره، پس ما هم خدا نیست. پروردگار من کسیه که ماه و خورشید، ستارگان و همه چیز را ساخته. این بت‌ها نمیتونن حرفی بزنن یا کمکی کنن. داری چی میگی؟ من فقط حقیقت رو میگم. به خدایان ما توهین نکن! این سنگ ها هیچ کاری نمیتونن بکنن. من تنها نیستم. خدا با منه. پروردگارا، منو راهنمایی کن. فقط حس حضور خدا. خدایا میدونم تو هستی. باید به مردم بگم خدای واقعی کیست. اینها فقط سنگ هستن. یه روز حقیقت رو به همه نشون میدم. بت بزرگ، تو هم هیچ قدرتی نداری و هیچ کاری بلد نیستی بکنی. ممنون که ویدیو را دیدید. لطفاً سابسکرایب و لایک و کامنت کنید.